میدونی خیلی از پسرا چرا سینگلن؟ یکی از دلایل مهمش به نظر من سوشال مدیاست. به خاطر اینکه ما دائما در حال بالا پایین کردن یه سری عکس هستیم که اون کسی که عکس رو پست کرده از بین 100 تا عکس دیگه اون عکس رو انتخاب کرده که نورپردازی خوبی داشته، بهترین زاویه رو داشته و در نهایت هم روتوش و ادیت شده. و تو یه سری عکس 10 از 10 اینجوری میبینی و بعد توی واقعیت با یه آدمی آشنا میشی و ناخودآگاه مغز تو اون آدم رو با یه سری عکس قشنگ شروع میکنه مقایسه کردن و همونجا اون آدم واقعی تو ذهن تو رد میشه، در صورتی که اون آدم واقعی شاید از واقعیت صاحب اون عکسایی که دیدی هم بهتر باشه. به نظر من سوشال مدیا استانداردهای ما رو بالا نبرده، معیارهای مقایسمون رو غیر واقعی کرده و تا زمانی که این مشکل رو تو مغز خودمون حل نکنیم به نتیجه نمیرسیم. مخلص.